إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. در آیات قبلی الله تبارک و تعالی آیت مداینه را ذکر کرده بود برای حفاظت دیون. زمانی که برای کسی قرض میدی پیسه را میدی چه قسم حفاظت از او کرده شود. دو طریقش الله تبارک و تعالی بر ما بیان کرد. یکی به نوشته کردن سند، دوم به گرفتن شاهد، آلی سوم صورت است. برای ما واضح میشه که الله تبارک و تعالی به نزدش اموال مردم چقدر اهمیت داره و همچنان واضح میشه برای ما که دو نفر در زندگی خود و در معاملات خود هیچ وقت نزاع پیدا نشود. از همون خاطر است که یکی از جمله گفتارهای جامع پیغمبر علیه السلام در بخش معاملات امیسته که هر معامله که در او نزاع پیدا میشه یعنی در او فریبکاری است، او باطل است. از همون خاطر بیوع یا داد و گرفته که در او حتما در آخر نزاع پیدا میشه، پیغمبر علیه السلام او طور داد و گرفته منع قرار داده. چرا در نظام مقدس اسلام دو برادر مسلمان باید زندگی به امن تیر بکنه، یکی دیگه با یکی دیگه ضدیت یا کینه‌توزی نداشته باشه و هیچگاه محل نزاع پیدا نشود. در این طور مسائل یقینا که بعضی اوقات نزاع پیدا میشه، بسیار سخت نزاع پیدا میشه و این یقینا یک قدر احکام ورزیده است که انسان در زندگی خود سرش فکر بکنه، درک میکنه که الله تبارک و تعالی حکیم ذات است و چرا این امر بر ما کرده. در اینجا اگرچه قیدا ذکر میشه که در سفر باشه و کاتب موجود نباشه، در اون صورت باید ضمانت بگیره، رهن بگیره، لیکن این قیدا اتفاقی است. اگر در کسی در اقامت باشه، سفر نباشه و کاتب هم موجود باشه، میتونه مسئله سند نوشته کردن یا شاهد گرفتن نکنه و در عوض ضمانت بگیره. این در اختیاری امی آدمی که قرض میده برای ازی سپرده شده، این اختیار داره. لیکن چون که اکثر حالات اینطور است که در سفر کاتب پیدا نمیشه و در اونجا شاهد پیدا نمیشه، در اونجا ضرورت به ضمانت است. ضمانت یکی از جمله وثیقه های است که انسان به اعتماد کامل پولی خود به کسی قرض میده، به خاطری که اگر او رای فرار بگیره یعنی جنسی از او که در بدل اونمو پولی که تو قرض داده برای تو باقی میمانه. از خاطر انسان به اطمینان زندگی میکنه. موضوع مهمی که در این موارد این قرآن خودش دلیل بالای عزیزه که گروی هسته. گرو کردن یعنی ضمانت دادن، این را به نام وثیقه مالی میگه. چون قرض داده یعنی به خاطر ازی که اعتمادت کامل پیدا شود، جنسی امو کسی را که قرض داده جنسی از او را قد خود نگاه میکنی. زمانی که پولی تو را پس برای تو تسلیم کرد، جنسی از او را پس میدی. چون که در مسئله قرض همیشه نیت ثواب می باشه و این کدام معامله داد و گرفت از نگاه شریعت نیست که اجاره باشه یا شرکت باشه یا مضاربت باشه یا بیع باشه. این معامله نیست، بلکه یک احسان است، یک مساعدت و کمک است با برادر مسلمان به دادن پول. چون اعتماد فضایش موجود نیست، از او خاطر تو ضمانت میگیری. از اینمی چیزی ضمانت گرفته شده منفعت گرفته نمیشه. دلیل قوی بالای از او امینجا کلمه مقبوضه است. نگفته که فرهان منتفعه، او طور چیزی گرو شده که از او نفع گرفته شود، یعنی کسی گرو کرده او باید از او نفع بگیره. نه، قرآن ایره مقبوضه گفته، منتفعه نگفته. یکی دوم نسل این مورد موجود است. پیغمبر علیه السلام کدام چیزایی که قابل انتفاع است و باید از پیشش نفع گرفته شود او را خود تشریح کرده. مثلا بز، گوسفند، اسب، مرکب، این چیزها را، شتر تو گرو گرفتی، حالی چون که خدمتی از او را میکنی، شب بروز او را او بده، علف بده، خدمتش میکنی، محنت و مشقتش میکشی، در مقابل امی محنت و مشقتش تو از چیزایی که از او تولید میشه از او استفاده میکنی. سری مرکب سوار بشی، بزرگوسفند شیریش میخوری، علتش است که محنت میکشی. حالی اگر از دیگه چیزی گرو شده
منفعت گرفتن جایز می بود، ضرورت نبود که پیغمبر علیه السلام استثناء میکرد تنها چیزای مرکب و سواری و بز و گوسفنده. باید این حکم همونطور عام باقی میماند و هر کس از این چیزی گرو شده همونطور نفع میگرفت. اگرچه نظر یا آرای علما خیلی اختلاف داره، در خود مذهب، در بین مذهب هم در بین علمایشان اختلافات وجود داره از 4 مذهب. لیکن بعضی میگه که اگر اجازه صاحبش باشه پروا نداره، بعضی میگه که نه مطلقاً جایز است، بعضی میگه مطلقاً نارواست. لیکن قولی راجح است که چون پیغمبر علیه السلام بعضی چیزها را مستثنا کرد، معلوم شد چیزای دیگری که برای حفاظتش محنت نمیشه، از اون نفع گرفتن نادرست است. چرا تو یک اجر طلب داری از الله تبارک و تعالی میگیری که او اجر آخرت است، از او خاطر پاداش دنیا را از این چیز گرفتن نمیتونی و این مرادف سود است، هیچ کدام فرقی نداره. اگر من خانه خدا به کسی گرو بدم که گرو نداده باشم و یک لگ افغانی برش داده باشم، در ماه 10,000 افغانی را بر من داده میره، هر ماه بر من 10,000 افغانی میده. در هر ماه اگر پول ما باقی بماند 10 ماه، برابری پول ما یک لگ افغانی را کمایی کردیم، پولم اصلی پول ما به دستم میاد. در حالی که اگر یک نفر یک لگ افغانی را به مدت 1 سال بده و در آخری سال برش بگه که 1,10,000 افغانی برای ما بده، این مردم سود میگه و این سود صریح است. اینجا تو اینجا اگر در هر ماه 10,000 میگیری، نه تنها که در سال آخر شود تو 10,000 بگیری، در هر ماه 10,000 میگیری. این هم هر کس میگه که سود است. چرا در مرتبه اول تنها 10,000 از اضافه میگیری از اصل قرضت و در دوم که در ماه 10,000 گرفتی، 1 لگ افغانی را دیگه باز اضافه گرفتی. چی فرقی داره؟ اگر ما در خانه از او میشنم، اگر در خانه امون نفر که پول برش دادیم و خانهش گرو کردیم، در یک خانه دیگری بیشنم، ما کرایه یک ماه را 10,000 افغانی میدم یا نمیدم؟ حتما میدم. وقتی در خانه ازی میشینم، پس برای ما 10,000 روپیه کمایی شد. ما در ما 10,000 افغانی در جیب ما آمد و در آخر هم امو 1 لگ افغانی خدا میگیرم. ما در حقیقت در مقابل 1 لگ افغانی 1 لگ افغانی دیگر را گرفت و این یک جانب است. در یک جانب حتما فایده است، در جانب دیگه معلوم نیست که فایده میکنه یا نمیکنه. اصلا پول قرض گرفتن برای کار نمی باشه. کسی که احسان میکنه، بله ما آمدم تو دلم سر میسوزه شیخ صاحب، میگم شیخ صاحب پولدار آدم هستی، چی میکنی قدر سرمایه را 1 لگ افغانی را به من قرض بدی که سرش کار کنم؟ حالی دل میسوزانه، شفقت داره، ترحم داره، مرا میده و من سرش کار میکنم، قرض است، فایده را از پیش ما طلب نداره. اصلا این قرضا برای رفع مشکل یک مسلمان میباشه. این طوری هیچ کس آماده نیست که بده که تو برو سرش کار بکن. بسیار کم مردم مسلمان خیلی مهربان و مشفق پیدا شود اگر این طور قرض بده. اکثر در مشکلات که دستمند میمانه از یک همسایه، از همسایه دیگه پول میگیره به خاطر مشکل خود رفع بکنه و چون فضای اعتماد وجود نداره، خانه خود برای از او گرو میده. این معامله نیست که حالی سرش فایده بگیره. حالی مردم همی گپ میزنه که از سری پول ما او کار میکنه. اگر تو پول برای کار دادی، صورتهای دیگر مشروع در دین وجود داره. به مضاربت بده، به اجاره بده، به شرکت بده، خودت سرش کار کن، خلاص. این مسئله قرض دادن که تو خانهش بگیری او تو فایده را نخ گرفته بری، او مردکه معلوم نیست که میرفت جیبش هم که صبور زد، ام 1 لگ رفت، ام کار و روزگارش رفت، در بدر است و بیچاره عالی 20 سال نمیتونه که پس 1 لگ افغانی را پوره کنه و برای تو بده که خانه خدا از تو خلاص بکنه. این یک موضوع، این قطعا نادرست است. خود تاسف است که امروز علمای ما بدون تحقیق فتواها داده رایسته. یک بیع را به نام بیع وفا میگه. این اول ما براتون بگم صورت بیع وفا چیست. بیع وفا این را میگه من خیلی دوچار مشکل شدم، هیچ کس برام پول قرض نداد، من مجبور شدم قرآن کریمی که خیلی زیاد دوست دارم، مجبور شدم امیر بفروشم. شیخ صاحب قرآن کریم از پیش ما گرفت، ولی زمانی که قرآن کریم ای میگرفت حالت مرا خوب مشاهده کرد که مولوی صاحب کو قرآن کریم خیلی زیاد دوست داشت و با مجردی که شیخ صاحب از پیشم گرفت ما بسیار خسته شدم. شیخ صاحب برای ما پس گفت که مولوی صاحب هر زمانی که تو پول پیدا کردی امی قرآن کریم به می نرخ ما پس بری تو میدم. ایرا میگه وعده، ایرا میگه چی؟ وعده کرد برای ما. چون با وعده خود وفا کردن
یک احسان است، یک امر ضروری است. آینده من می پول پیدا کردم، در شیخ صاحب پیش کردم، به مون نرخ قرآن کریم خدا پس گرفتم. اینی را بیع وفا میگه. این در صورت صحیح است که قبلا در وقت گفتگوی عقد شرط گذاشته نشود. چی گذاشته نشود؟ که به شرطی قرآن کریم به تو میفرشم که هر وقتی پول پیدا کردم پس همی قرآن کریم برای من به نرخش بده. فتاوای شامی رسایی کنه. این شرایط بیع وفا را این ملا در تلویزیون همین شرایط هم یاد نداره. مقصد در زبانش آمده به مردم شرایط بیان نمیکنه. مردم گول زده رایسته، کلی مردم در گیره و غرق است در سودخوری. اما سودی که جنگ با الله و رسول الله است. نمیگه که مردم دعایش قبول نمیشه. سود خود تنهایی نیست که گناه جنایت برای خود کرده، جنایت برای اولادیت کردی، جنایت برای خانوادیت کردی در حق تو، چون از غذای تو از مال تو مردم میخوره، او دعا را الله قبول نمیکنه، در حق تو دعا قبول نمیشه. این را باید نظر بکنیم. از او خاطر این گپ نادرست است. بیع وفا ای را میگه. امی فتاوای شامی نوشته میکنه که المعروف و کالمشروط. اگر در اثنای عقد امی شرطا را نماندی لیکن در عرف مردم امی تو رواج بود، کلگی که نمیتونه عقد میکرد، معلوم دار بود که دیگر روز اگر امی پول پیدا کنه به مون نفر میده و به مون نرخ پس میگیره. در بین مردم امی رواج بود، معروف بود، مشهور بود. ایام به مثل مشروط است. از او خاطر این عقد نارواست. امروز امی طور است. دیگهش چه سعی کن؟ چون که مذهب حنفی را بیخی بدنام کرده. لبازی هر چیزی لبازی، ولی واقعیت هم داره هست. در کتاب همی طور است. قول امام ابو یوسف رحمت الله علیه است، میگه اگر کسی در زکات حیله بکنه اینطور حیله کنه، او را نشان میده. ما در این مورد او را ما گناهگار میدانیم. چرا گناهگار میدانیم؟ و مردم حیله ساقط شدن زکات نشان بده. ما در رمضان یک دولگ افغانی در دستم آمد، زمانی که باز دیگر رمضان می آمد میدم دستی دست و نوی خودی را بخشش میکنم. حالی سال تکمیل شده خود نو رمضان میاد که سال تکمیل شده رمضان زکات و فرض شما ما فرد ای را یک ماه پیش به سنوی خود بخشیدم. باز امی ماه رمضان که تیر شد باز از سنو گرفتم. عجیب است. در دین الله مذاق درست نیست. اینطوری حیله بازی قطعا درست نیست، ولی در کتاب فقه ذکر است. اینطوری حیله بازی یا ای را بیع جایزی میگه. بیع جایزی چی مانا؟ اصل خبرش میگه که ای اصلا گیرو است، خو سند بیع قطعی نوشته کو. سند چی بکو؟ بیع قطعی نوشته کو. اصل خو گیرو است. هر وقت که می پول پس به ما دادی، بگو هر وقت که می پول پس به ما دادی، ما می زمین می خانه را پس تو چی میکنم؟ تسلیم میکنم. خب من از پیشش خورده را ایستم، از خانه استفاده کرده را ایستم. این را به نام چی یاد میکنه؟ بیع جایزی. نکنیم دین الله را، الله که کدوم حدود گذاشته به مو پابند باشیم. الله برای ما معامله بیع را علایده ذکر کرده، مضاربت علایده ذکر کرده، شرکت علایده ذکر کرده، اجاره را علایده ذکر کرده، سلام را علایده ذکر کرده. به هر کدام شرایط و آدابش مکمل برای ما بیان کرده. چرا ما بگیریم سر دین مذاق شروع کنیم، راه ها را جور بکنیم که هیچ صورت باقی نمانه؟ حالی خیر دیگه چی باقی ماند؟ سود. حالی آسان سود نمیسته. آسان سود نمیست. سود نیست. خیر سود چی مفهوم داره؟ یک تعداد شیخای ما باز پیدا میشه. شیخا را میشناسی؟ این شیخا چی میکنه؟ چون که پشت همی ایله ها کلی عمر تیر کرده، میگه در خانه خوبیش خود مای 100 روپه پس بده. خانه 10,000 روپه کرایش است و این چند میده؟ به مو صاحب خانه که پیسه را از پیش گرو کرده به او 100 روپه در مای داده رایسته. از تو سوال دارم جناب محترم، تو اگر امی پول بری تو نمیداد امی خانه تا به 100 روپه میدادی؟ نه. خود تعجب است که عمر رضی الله عنه در سایه دیواری قرضدار خود نمی نشست. در سایه دیواری قرضدار با کسی که قرض داده بود در سایش نمی نشست. گفت به خاطری که منفعت از قرضم نوردارم. اگرچه حدیث سندن ضعیف است لیکن امت قبول کرده، اجماع شده تا امروزه ای در فقه یکی از جمله قواعد اساسی قرار گرفته. کل قرض جر نفعا فهو ربا. هر قرضی که فایده را به خود جذب میکنه او چیست؟ سود است. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم در سایه دیوالی قرضدار خود نمی نشست. خود تو حنفی نیستی، حنفیت بدنام کردی. تو شما باور به الله بکنی امروز مردم دادی حنفیت به الله قسم اگر حنفیت بفهمه
از عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خبر نداره بیچاره. همونطور مست هستن حنفی خدا میگه. مسلک امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را نمیفهمه کی کدام مسلکش است، چی است، چه قسم است. خب بله میفهمه. در کجا میفهمه؟ در جایی که نقصش است نمیفهمه. یک قاری و مولا نمیگه که به نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اجرت گرفتن سری تعلیم قرآن نارواست. قرائت قرآن خب بگذار. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سری تعلیم قرآن اجرت چی میگه؟ حرام میگه. امی آیت قرآن پیش میکنه ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا. علمای متأخرین احناف یک کمی که دیدن موضوع خیلی سخت شد، مردم از تعلیم قرآن مانده، میگه سری تعلیم جایز است و سری قرائت قطعا جایز نیست. در یک فتوا نیست. لیکن غرپس که در خورده رو ایستن یا نی میگیرن یا نی. همیا را بگو شما خدا از حنفیت میزنی. در فقه حنفی چطور است؟ چی رقم شما عمل میکنی؟ خب معلوم شد که احکام الله پیش ما هیچ اعتباری نداره. منافع شخصی معتبر است که منافع شخصی دیش بود، باز دیگه نه بگو که در مذهب است نه بگو که در مذهب نیست. خلاص اینمی طور گپ است. امروز در اینمی مسئله گروم امی قسم است. قرائت سری قبر به نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ناروا و درست است. ولی کسی میگه تو که نگویی تو را میگه سایکو از دین برآمده، جار و جنجال است. ما در دو مورد در پغمان دیگه جایا هر جای همینطور میکنم. سوره بقره عام است. در یک سری مورد چی میخونه؟ اولی سوره بقره، در آخر در دیگه سری مورد چی میخونه؟ آخر. من نخوندم، در یک اثری ضعیف ثابت است، دیگه در حدیث مرفوع نیست. چطور شده میتونه کی سبب بخشش مرده باشه و پیغمبر به ما نگوید که بخونه؟ بعد بر ما وصیت میکرد این قدر مرده ها با میلیون ها تیر شده، یک عمل خود نقل شود که بله فلانی صحابی در قبرش همی صورت خوانده شد. این خود موضوع پټ و پرده نیست که در گتاق انجام داده شود. این موضوع است که در عالم در بین مخلوق و موضوع است که در آخرت تعلق داره. اگر آیت خوانی موجب ثواب می بود پیغمبر در یک حدیث نه در 1000 حدیث برای ما بیان میکرد، ما را ترغیب میداد. چرا تحیت المسجد ثواب داره برو حدیثای شسای کو، مسواک ثواب داره برو حدیثای شسای کو. ها پیغمبر ما را یک درو تعلیم میده که اینی قدر ثواب داره. او آیت خوانی ثواب داشته باشه پیغمبر بر ما یک دفعه هم نگوید. امکان داره؟ عجیب است. خود دین فهمی مشکل گپ است که هر کس بفهمه. دین فهمی طور گپ عادی نیست که هر کس درک بکنه. امی عقل خود نظر خود فکر میکنه که البته نه کاری خوب است. کاری خوب اونموست که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داده، امر کرده، ترغیب داده، تشویق کرده. که پیغمبر انجام نداده باشه، ترغیب نداده باشه، تشویق نکرده، او را کاری خوب گفته نمیتونه، ولو که در عقل ما بسیار بالا وانمود بکنه. اگر تو واقعا عقیده به پیغمبر داری که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر است، باید اینمی قسم تابعداریش بکنی. جایی که پیغمبر عمل کرده انجام بده، که نکرده ترک کو خلاص. اونو وقت تابعدار پیغمبر میشی و اونو وقت جز دوم کلمه را میفهمی که محمد رسول الله. اگر نه که عقل خود جنگاندی یام خوب کار است، یام خوب کار است، یام خوب کار است، پیغمبر نمیدانست، پیغمبر برش هیچ نمیفهمید. تو که امروز دعا بعد از نماز میکنی، پیغمبر نمیدانست که دعا به حیات اجتماعی به اجتماع مردم خوب زود قبول میشه، یک تو میدانی. تو خیلی انتقاد سری پیغمبر داری که ای پیغمبر یک نقصان کرده ای، تو به حیات اجتماعی دعا نکرده ای، ما از تو کده یک کمی مرتبه ما بالاتر شده، ما از تو کده خوب میفهمیم، ما دعا میکنیم. همینطور است یا نیست؟ دین نام اتباع است، پیروی از چیزی که برای در سند صحیح ثابت میشه از او پیروی کو، از او دیگه شب بگذار. موضوعی ازی بود که شیخا صدر پر میمانه، برای خود چی میکنه؟ قرآن از 10,000 کرا 9,900 روپه از سری پولی خود گرفته است. مادر ما 9,900 افغانی را گرفته است، بازی را سودام نمیگه، این را حلال گفته میخورندام. الله تبارک و تعالی رحم بکنه. قطعی علما هم الله معامله میکنه، قطعی مردم هم الله معامله میکنه که چطور گپ است، چه قسم است، دین چی را میگه و ما پیروی چی را میکنیم. الله رحم بکنه. و این کنتم علی سفرین، اگر باشی شما در سفر، ولم تجدوا کاتبا، نیابی شما کسی نوشته کدنی را. در او زمان کاتب پیدا شدن در محله و در قریه نبود، در سفر خو به طریق اولا پیدا نمیشد. چرا؟ بیسوادی در او زمان در حد نهایت خود رسیده بود.
الله تبارک و تعالی چه قسم همی قرض آدم حفاظت کنه؟ دو طریقه را پیش گفتیم. آلی طریقه سیم فریحانن، پس گرفتن گرو است، چیزی گروی است، مقبوضتون در حالی که قبض کرده شده. اینطور ریحانه، اینطور گروی که قبض کرده شده باشه. یعنی حتما تسلطی امی کسی که پول داده تسلطی ازی سرش ثابت شود. اگر همونطور معلق بمانه که برو باز ما چادری خدا برات میدم، این گرو شده نمیتونه. گرو وقتی میشه که در قبضی امی آدمی که پول داده در قبضی چی شود بیا. کلمه مقبوضه دو فایده را براتان داد. یک فایده ایست که قبض میشه، باید ملکیت امی قرض دهنده ثابت شود، کسی که طلبگار است ملکیت ازی ثابت شود. دوم فایده را برای ما رسان که تنها قبض میشه، نفس پیشش گرفته نمیشه. این امانت پیشی توست، من حیث وثیقه و ضمانت برای تو پیشی تو افتاده، نه ای که برای منفعت تو ایره گرفته. این کار نکنی. اونجا میگه اگر شما در سفر باشه و کاتب پیدا نکنی. آیا اگر کسی در سفر نباشه و کاتب هم موجود باشه گرو گرفته میتونه؟ بله. عملی پیغمبر علیه السلام است. در آخر عمر خود ذره خود چی کرده بود؟ گرو کرده بود به امرای یهودی در مقابل 20 پیمانه جو. پیغمبر علیه السلام 20 پیمانه جو از یهودی گرفت و ذره خود برای ازو داده به حیث گرو است. حالی یهودی و ذره را دکار نمیندازه که بره سرش جنگا بکنه. پیغمبر علیه السلام ایج وقتی ذره را به این خاطر نمیده که بره در دست کافر بیفته و کافر مسلمان قطعی ذره پیغمبر زده بره. این امکان است؟ نه. خو میفهمید که این ذره امانت است، سیره استفاده کردن نمیتونه. از او خاطر در حالت اقامت هم اینمی گپ است. فین امن بعضکم بعضا، اصل خو اینمی طور است. سه طریقه دینتان حفاظت کنی، یا سند بگیره، یا شاهد بگیره، یا گرو بگیره، به خاطر که پولیتان ضایع نشوه و سبب نزاع تو از او نشوه، جار و جنجال پیدا نشوه، قتل و قتال در بین نشوه. امروز دوستی خیلی صمیمیت است، اما چون قرضی تا نمیده اینمی طور قتشیستی در سرحدی میرسی که راه را میگیری میکشیشه. همین طور است یا نیست؟ قرآن که کدام نکته را بیان بکنه دو حکمت‌های خیلی زیاد است. من خودم کار میکردم، امیالی کم از کم 3 لک افغانی و سری مردم است. شما باور به الله بکنی 3 مرتبه در خانه کسی رفت امام، در وقتی رفتن ما اینطور یک عذر پیش کرد، گفت به الله قسم پیسی که چولوم نبود. ما دیگه خب انسانیت و اسلامیت خمی تقاضا را میکنه. اونجا قرآن برای ما میگه که اگر کسی معسر باشه، نادار باشه، چیز نداره، فنظرتون الی میسره، باز مهلت دادن از تاشی را توانمندی از او را. این مهلت دادن آنقدر ثواب داره مثل که همون قدر مقدار پول تو چی کرده باشی؟ هر روز صدقه کرده باشی. بدر پس دور خوردم، اما دیگر روز که زنگ زدن گفت پول کجا؟ کی گفت که من توی سرمایش پول نداری؟ من برش دیگه چیز نگفتم. من گفتم اتق الله، از الله بترس، اتق الله، از الله بترس. روز فرا میرسه که من باز مطالبه حق خود از تو میکنم. اوی حق ما تنها نیست، این مشترک حق است، دیگه کسام ختم شریک است. تنها حق خود ما هم نیست که ما برات بگیم که برو بخشیدم نادار است. نادار هم نیستی، لیکن عجیب است که انکار میکنی. خب بعد از دوی آیاتای قرآن یک برم چی میشود؟ بگوی در پیش روی می آمد که اگر سند میداشتی حالی کش میکردی در محکمه، اگر شاهد میداشتی کش میکردی، اگر گروی میبود نمیداد، جنسش قطعی تو بود، خیر و خلاص. خب لیکن حالی یه چیز ندارم. چرا؟ اعتماد کرده بودم. چی کرده بودم؟ قرآن اینجا میگه فین امین بعضکم، اگر امین دانست بعضکم بعضی از شما بعضن بعضی دیگرها را، او را امین میدانه که برو پروا نداره، فلیؤدی الذی، الله علی امین میگه که امین تو را خود دوستیت سری تو اعتماد کرد، نه سند از پیشت گرفت، نه شاهد مقرر کرد، نه گیرو از پیشت گرفت. خود تو باید چی بکنی؟ فلیؤدی الذی، باید که بپردازه او کسی که اؤتمن امین مقرر شده، امانته، امانتی از او آدمه. اینجا قرض تعبیر به امانت کرد. چرا قرض به تعبیر به امانت کرد؟ که یک کسی نه گرو از پیشت گرفته، نه شاهد، نه سند، خی به طریق امانت شد بری تو یا نه؟ او امانت تا کس خیانت نمیکنه. و آدم آنقدر احسان سرت کرده که تو را کش نکرده که سند بگیره، شاهد بگیره، از پیشت گرو بگیره. اینقدر احسان قطعی تو کرده نیکی، تو را قابل اعتماد فکر کرده، تو باید اینمی اعتماد خود از دست ندی. ولیتق الله ربه، اینجا کیست که عالی؟
مراقبت همی کار را بکنه که کی ملامت است کی سلامت است. الله یک نقطه را میگه ولیتق الله. درسی که در